ای بنده های خدا، نماز خانه، از نماز دست نکشه، از نماز بیزار نشوه. نماز برکت ای، نماز فیض ای، نماز نصرت ای، نماز هدایت ای. نماز والله شما را از این کریزیس اقتصادی رها میکنه. نماز میدونه که این بلاها از روی چی بالای این ملت آمد، میدونه که این قدر غم و اندوه و کسل و درد بالای این ملت برای چی آمد؟ برای که مردم از نماز دور شدن، از جماعت دور شدن، حرام خور شد این ملت، حرام کار شد این ملت، از خدا دور شد، از ایمان دور شد، از قرآن دور شد، به ستر شد، به حیا شد. خدا بلا را بالای این ملت آورد. بنابراین لحاظ برادران عزیز، اکنون من نپرسیدم که نماز میخونه نمیخونه، حالی بعدی من خدای این میپرسد، خدا که صاحب بنده میپرسد من رب که خدای تو کیست؟ ربی الله. این خدا را سجده نکرده باشی میتونی که بگی ربی من تو هستی خدا.